به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب رهایی از نشخوار فکری با عنوان انگلیسی Women Who Think Too Much: How to Break Free of Overthinking and Reclaim Your Life، نوشته سوزان نولن هوکسما با ترجمه زهرا اندوز و حسن حمیدپور هستش. اثری در حوزه روانشناسی و سلامت روان که به بررسی پدیده نشخوار فکری و پیامدهای آن می‌پردازد و نشر اسفار در سال 1401 آن را منتشر کرده است. این کتاب که در سال 1404 به چاپ پنجم رسیده، با تکیه بر پژوهش‌های علمی و مثال‌های واقعی به مخاطبان کمک می‌کند تا نشخوار فکری را بشناسند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا و جذاب رو کشفش کنیم. ابتدا نوشته کوتاهی رو در مورد نویسنده کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با فصل اول ورق میزنیم. سوزان کی نولن هوکسما که در 22 می 1959 به دنیا اومده و 2 ژانویه 2013 از این دنیا رفته. استاد روانشناسی در دانشگاه ییل بود. پژوهش‌های او بر راهبردهای تنظیم هیجان و ارتباط آن با آسیب پذیری افراد در برابر افسردگی تمرکز داشت. بخش مهمی از کار او به بررسی پدیده‌ای اختصاص داشت که آن را نشخوار فکری می‌نامید. حالتی که در آن فرد افکار و احساسات منفی را بارها در ذهن خود تکرار می‌کند. نولن هوکسما همچنین تفاوت‌های جنسیتی در افسردگی را مورد مطالعه قرار داد. او از نخستین کسانی بود که مفهوم نشخوار فکری را وارد روانشناسی بالینی کرد و از آن زمان تا کنون این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین عوامل شناختی خطر برای بروز افسردگی شناخته می شود. سوزان نولن هوکسما در شهر اسپرینگفیلد ایالت ایلینوی به دنیا آمد. او در دانشگاه ییل در رشته روانشناسی تحصیل کرد و در سال 1982 با رتبه عالی فارغ التحصیل شد. سپس تحصیلات خود را در دانشگاه پنسیلوانیا ادامه داد و در سالهای 1984 و 1986 به ترتیب مدرک کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بالینی گرفت. پژوهش‌های دوران دانشجویی‌اش بر عوامل مؤثر بر افسردگی در کودکان و نوجوانان متمرکز بود. او در دانشگاه ییل سرپرستی برنامه پژوهشی افسردگی و شناخت را بر عهده داشت. تمرکز اصلی این گروه پژوهشی بر مطالعه افسردگی بود، اما پژوهش‌هایی درباره اختلال اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی و سایر اختلال‌های خلقی نیز انجام می‌دادند. او از سال 1986 تا 1995 عضو هیئت علمی دانشگاه استنفورد بود و در سال 1993 به مرتبه دانشیاری دائم رسید. سپس به دانشگاه میشیگان پیوست و در آنجا به مقام استادی رسید و ریاست مؤسسه پژوهش در زمینه زنان و جنسیت را بر عهده گرفت. از سال 1995 تا 2004 استاد تمام در بخش شخصیت شناسی دانشگاه میشیگان بود و از سال 2004 تا هنگام درگذشتش در سال 2013 در دانشگاه ییل به عنوان استاد و پژوهشگر فعالیت کرد و ریاست برنامه افسردگی و شناخت این دانشگاه را بر عهده داشت. او در 2 ژانویه 2013 در اثر عوارض ناشی از جراحی قلب درگذشت. سوزان نولن هوکسما در سال 2005 جایزه راهنمایی تحصیلات تکمیلی دانشگاه ییل را دریافت کرد و از همان سال تا سال 2013
نخستین سردبیر نشریه سالانه مرور روانشناسی بالینی بود. از دیگر افتخارات هوکسما میتوان به جایزه رهبری کمیته زنان در روانشناسی انجمن روانشناسی امریکا و جایزه جیمز مککین کتل در سال 2013 از انجمن علوم روانشناسی اشاره کرد. در فوریه 2014 نیز شماره ویژه از مجله روانشناسی نابهنجار جلد 123 شماره 1 به تجدید از زندگی و دستاوردهای علمی او اختصاص یافت. خب با این مقدمه کوتاه در مورد نویسنده میریم که کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. لطفاً با من همراه باشید. بخش اول: شیوع نشخوار فکری. نشخوار فکری چیست و منشأ آن کدام است؟ در بخش اول به تعریف نشخوار فکری و نتایج پژوهش‌هایمان درباره پیامدهای منفی آن می‌پردازیم. آنگاه عوامل منجر به نشخوار فکری را توضیح خواهیم داد، مخصوصاً عواملی که زنان را مستعد این مشکل می‌سازد. فصل 1: نشخوار فکری چه ایراد و اشکالی دارد؟ ما زنان در طی 4 دهه گذشته در جهت خودمختاری و فرصت آفرینی برای رشد خود پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم. در انتخاب روابط، فرزنددار شدن، انتخاب شغل و سبک زندگی آزادانه‌تر عمل می‌کنیم. نسل‌های گذشته حتی در خواب و خیال نیز چنین فرصت‌ها و انتخاب‌هایی را نمی‌دیدند. پیشرفت‌های علم پزشکی باعث شده است که عمرمان بیشتر شود و سلامتیمان را حفظ کنیم. برای خوشبختی و اعتماد به نفس دلایل زیادی در دست داریم. با این حال هر زمان که مشکلی یا وقفه‌ای در فعالیت‌های روزمره‌مان ایجاد می‌شود، در دریایی از نگرانی‌ها، افکار و هیجان‌های کنترل ناپذیر غرق می‌شویم. این حالتهای هیجانی دشمن قسم خورده انرژی ما هستند. این حالتهای هیجانی انرژی ما را تحلیل میبرند. ما سخت دچار نشخوار فکری هستیم. ما از نشخوار فکری رنج میبریم. شیوع نشخوار فکری زیاد شده است. نشخوار فکری باعث می شود که در امواجی از افکار و حالتهای هیجانی ناخوشایند گرفتار شویم. این حالتها و افکار باعث می شوند که نتوانیم از پس عملکردها و وظایف روزمره‌مان بر بیاییم. نشخوار فکری دشمن قسم خورده سلامت زیستی است. نگرانی‌ها و دلواپسی‌های ما درباره موضوعات مهم و اساسی است. من چه آدمی هستم؟ با زندگیم چه کار می‌کنم؟ دیگران چه نظری درباره من دارند؟ چرا خوشبخت و راضی نیستم؟ پاسخگویی به این سوالها چندان راحت و آسان نیست. به همین دلیل کاوشگری، نگرانی و دلواپسی هم بیشتر می شود. هرگاه حالت خلقی مساعدی نداشته باشیم، نگرانی‌های ریز و درشت به سراغمان می آیند. نکنه پسرم معتاد شده باشه؟ چرا مشکلات شغلی من حل نمی شوند؟ چه کار کنم که همسرم به زندگی و من علاقه‌مند باقی بماند؟ چرا نمیتوانم در رابطه با مادرم درست رفتار کنم؟ این افکار مدام ما را وارد وادی خلق بی‌ثبات می‌کنند و به ندرت برای رهایی از این حالت‌ها کورسوی امیدی جلوی ما قرار می‌گیرد. حتی وقایع کوچک و پیش پا افتاده نیز می‌توانند ساعت‌ها یا روزها ما را دچار نشخوار فکری و آشفتگی کنند. رئیس شما حرف طعن آمیزی به شما میزند و شما نیز روزها در پی یافتن منظور او در وادی نگرانی، احساس گناه و شرمساری دست و پا میزنید. یکی از دوستان شما درباره وزنتان حرفی میزند و شما در دریای متلاطم افکارتان، افکار مربوط به قیافه خود و بی‌معرفتی دوستتان غرق میشوید. همسرتان خسته است و به شما اعتنا نمی‌کند. شما تمام شب به فکر فرو می‌روید که با ادامه این روال چه بلایی بر سر زندگی مشترک شما می‌آید. این تجزیه و تحلیل بیمارگونه زنان را بیشتر از مردان گرفتار می‌کند.
من در پژوهش‌های متعدد به این نتیجه رسیدم که زنان بیشتر از مردان گرفتار نشخوار فکری می‌شوند. علاوه بر این، زنان در مقایسه با مردان توان کمتری در رهایی خود از چنگال نشخوار فکری دارند. به عنوان مثال، ورونیکا را مد نظر قرار دهید. او 27 سال دارد و عاشقانه تمام وقتش را صرف مراقبت از نوزادان دوقلویش می‌کند. ورونیکا به خاطر فرزندانش در کلاس‌های فرزندپروری نیز شرکت می‌کند. زمانی که به برخی از این کلاس‌ها نمی‌رسد، زمانی که نمی‌تواند در برخی از فعالیت‌های اجتماعی محله خودش شرکت کند یا هر زمان برنامه و روال زندگیش دچار مشکل می‌شود، سخت به دام منفی‌گرایی و نگرانی کشیده می‌شود. همان موضوعی که ما آن را نشخوار فکری می‌نامیم. چرا از کارهایم راضی نیستم؟ من که همیشه در جلسات تا جای ممکن شرکت می‌کنم و تمام وقتم را به فرزندانم اختصاص می‌دهم، ولی انگار هیچ وقت کارهایم درست از آب در نمی‌آید. زندگی من چه مشکلی دارد؟ شاید دچار مشکلات هورمونی شدم، ولی اگر مشکل من هورمونی است، پس چرا تمام سال ادامه دارد؟ نمی‌دانم. شاید در انتخاب‌هایم درست عمل نکردم. هرچند دوست دارم تمام وقتم را با بچه‌هایم سپری کنم، اما واقعاً این خواسته من است؟ آیا همسرم قدر زحمات و کارهای مرا می‌داند؟ با ادامه این روند، ورونیکا به سراغ ظاهر، قیافه، وزن، ازدواج و زندگی قبل از باردار شدنش می‌رود. فکر نمی‌کنم بتوانم به وزن پیش از حاملگی برسم. باید تا آخر عمر همینطور چاق و بدبخت بمانم. سنم که بالاتر برود، وضع از این که هست هم بدتر می شود. نکند همسرم با زن جوان و جذابتری دوست شود و مرا به حال خود رها کند؟ با دوقلوها چه کار کنم؟ آیا می توانم شغل خوبی پیدا کنم؟ مهارت‌های شغلی قابل تعریفی هم ندارم. کار قبلیم را دوست نداشتم. مدیرم هم هیچگاه از کار من خوشش نمی آمد. زنان می توانند هر موضوعی را زیر نگین نشخوار فکری ببرند. زنان می توانند درباره همه چیز از قبیل ظاهر، قیافه، خانواده، شغل و سلامتی دچار نشخوار فکری شوند. ما اغلب احساس می کنیم که نشخوار فکری بخشی از هویت زنان است. زیرا با نشخوار فکری خود انگار ویژگی‌هایی مثل مراقبت و مهرورزی را نشان می‌دهیم. هرچند بخشی از این مسئله درست است، اما نباید از این نکته غافل شد که نشخوار فکری برای زنان آسیب‌زاست. نشخوار فکری باعث می‌شود که توانایی و انگیزه ما برای حل مشکلاتمان کم می‌شود. زنان در مقایسه با مردان 2 برابر بیشتر دچار نشخوار فکری و اضطراب شدید می‌شوند. گرایش ما به نشخوار فکری یکی از دلایل این پدیده است. با این حال مجبور نیستیم که تا آخر عمر به نشخوار فکری ادامه دهیم. فرار از تله نشخوار فکری. سعی در فرار از نشخوار فکری مثل تلاش برای رهایی از باتلاق است. اولین گام در غلبه بر نشخوار فکری قطع رشته افکار است تا شما را به عمق باتلاق نکشاند و کنترلتان نکند. گام دوم این است که از این وضعیت آشفته ساز خارج شوید و به سطحی فراتر قدم بگذارید تا بتوانید مسائل را بهتر و دقیق‌تر بنگرید و فرصت بیشتری برای انتخاب‌های خود در اختیار داشته باشید. گام سوم هم این است که برای جلوگیری از گرفتار شدن در تله نشخوار فکری دست به تدبیر اندیشی بزنید. این کتاب قصد دارد مجموعه‌ای از راهبردهای گره‌گشا را در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید به این 3 هدف دست یابید. 1. قطع زنجیره افکار. دستیابی به چشم‌اندازی جدید. 3. جلوگیری از دام‌های آینده. بعضی افراد به طور طبیعی به این راهکار مسلط هستند. به عنوان مثال به سرگذشت زندگی سارا دقت کنید. او 32 سال دارد و در نیویورک زندگی می کند.
در بازار سهام نیویورک مشغول کار است. سال گذشته با دیوید آشنا شد. شغل دیوید گیاهشناسی است. دیوید در اداره محیط زیست کار می‌کند. آنها رابطه دوستانه خود را شروع کردند و طی این مدت دوستان مشترک بسیاری پیدا کردند. قرار شد که دوستان مشترکشان را به آپارتمان کوچکی خارج از شهر برای شام دعوت کنند. روز مهمانی دیوید از سارا درخواست کرد که اگر امکان دارد چند ساعتی زودتر به خانه بیاید. سارا با روی باز از این پیشنهاد استقبال کرد و در عصر همان روز سارا متوجه شد که تا ساعت 6 باید تعدادی از صورت حسابها را برای مشتریان بفرستد. ساعت 3 به دیوید زنگ زد که اطلاع بدهد اندکی دیر میرسد. سپس چنان غرق در کار شد که حساب وقت از دستش در رفت و یک لحظه متوجه شد که 15 دقیقه به ساعت 6 مانده است. حدود 45 دقیقه بعد مهمانها از راه می رسیدند و تا خانه هم حدود نیم ساعت راه داشت. سارا ساعت 17:06 نفس زنان از پله ها بالا رفت. با نگاه سرد و بی تفاوت دیوید روبرو شد. پس از رفتن مهمانها نیز دیوید حسابی از خجالت سارا درآمد. دیوید سارا را متهم کرد که نسبت به کارش اعتیاد دارد و آدمی خودخواه و بی‌ملاحظه است. اگرچه سارا می‌دانست که دیوید به خاطر تأخیر او عصبانی است، ولی انتظار چنین برخوردی را نداشت. دیوید حدود نیم ساعت یک سر غر زد. طاقت سارا تمام شد، از خانه خارج شد و در را محکم به هم زد. سارا در طول شب بارها و بارها مشاجره‌اش با دیوید را در ذهن خود مرور کرد. اصلا باورش نمی‌شد که دیوید چنین برخورد بی‌رحمانه‌ای در قبال او داشته است. مشاجره‌اش با دیوید درست مثل یک فیلم سینمایی جلوی چشمانش در حال نمایش بود. دل سارا شکسته شده بود. او اصلا انتظار این برخورد را نداشت. کار بدی انجام دادم. به من گفت که به شغلم اعتیاد پیدا کردم. من آدم خودخواهی نیستم. او اصلا خبر ندارد که من چقدر سرم شلوغ است. زندگی و گرفتاری‌های من برای او پشیزی ارزش ندارد. از قضا خودش خودخواه است که با این همه گرفتاری برای خودنمایی مهمان دعوت می‌کند. او خودخواه است که فکر و ذکرش تفریح است. باید به او همان لحظه می‌گفتم که دست به نمایش توجه برانگیزی زده است. با این حرف حسابی جوابش را می‌دادم. کاش این حرف را به او زده بودم. سارا بالاخره به خواب رفت. فردا صبح به محض اینکه چشمانش را باز کرد دوباره سر و کله همان افکار پیدا شد. جالب این که هر وقت در بدنش احساس خستگی و تنش میکرد انگار این افکار مهار گسیخته تر به ذهنش هجوم میآوردند. یک لحظه متوجه شد که مهار ذهنش به دست این افکار افتاده است. وای، دوباره شروع شد. با فکر کردن مشکل من حل نمی شود. باید این افکار را کنترل کنم. سعی کرد با دویدن در کنار رودخانه لحظاتی ذهنش را آرام کند و با این کار اندکی خلقش بهتر شد. بعد از اینکه به خانه رسید دوباره مشاجره‌اش را با دیوید در ذهنش مرور کرد و متوجه شد که برخی از حرفهای دیوید درست بوده است، اما نتوانست خودش را قانع کند. چون صدایی از گوشه ذهنش برخاست که ندا می‌داد دیوید آتش مشاجره را بی‌دلیل افروخته است. سارا متوجه شد که رابطه با دیوید برای او مهم است و قصد ندارد با کینه‌توزی، مشاجره‌جویی و تلافیگری این رابطه را خراب کند. فکر کرد که چه حرفهایی را به دیوید بزند. به این نتیجه رسید که به دیوید بگوید که به رابطهشان علاقه‌مند است. از مشاجره دیروز متاسف است و از رفتار او ناراحت شده است. سپس بلافاصله به این موضوع اندیشید که دیوید در برابر این حرفها چه واکنش‌هایی نشان خواهد داد. پس از مدتی دوباره فکر کرد که رفتار دیوید بسیار نابجا، زشت و نامنصفانه بوده است. این فکر بلافاصله سارا را عصبانی کرد. چنان در حلقه معیوب افکار و احساسهایش گرفتار شده بود که خلاصی از شرشان هر لحظه برای سارا ناممکن تر می شد. تصمیم گرفت سرش را به کاری گرم کند. سعی کرد کاری انجام دهد که اندکی آرام‌تر شود و سپس درباره حرفهایش به دیوید فکر کند. به یکی از دوستانش زنگ زد و اندکی با او درد دل کرد.
سپس حرفهایی را که قرار بود به دیوید بزند در ذهنش مرور کرد. آنگاه احساس کرد که آماده است تا به دیوید زنگ بزند. حالت خلقی خوبی داشت و می‌دانست که قصد چه کاری دارد. حال می‌توانست حرفهایش را به دیوید بزند. دوست داشت این حرف را به دیوید بزند که واکنش او خیلی افراطی بوده است. اما تصمیم گرفت اندکی صبر پیشه کند و به حرفهای او هم گوش بدهد. بعد از یک تماس تلفنی ظاهراً مسائل سر و سامان گرفته بود. اگرچه شیوه برخورد سارا در آغاز چندان تعریفی نداشت، ولی اگر نمی‌توانست از راهبردهای مؤثر استفاده کند، چه بسا در دام نشخوار فکری گرفتار می‌شد. گرفتار شدن در دام نشخوار فکری نتیجه‌ای به جز عصبانیت و آشفتگی ندارد. شاید در مقابله با عصبانیت و آشفتگی چنان ناتوان می‌شد که رابطه‌اش با دیوید آسیب جبران ناپذیری می‌دید. ولی سارا برخورد موثری با مشکل داشت. ابتدا سعی کرد از دام نشخوار فکری رهایی یابد. آنگاه جلوی سقوط مجدد خودش را در دام افکار گرفت. مخصوصاً اینکه ابتدا به فکر و ذکرش استراحت داد. با این کار آشفتگی اولیش را قطع کرد. توجه بر گردانی سالم و فعالیت را به کار گرفت. به دویدن پرداخت تا از شر افکار منفی رها شود. سپس فکر خودش را به سطحی بالاتر از جزئیات مشاجره با دیوید حرکت داد و هدفش را به حفظ رابطه متمرکز کرد. سارا زمانی که متوجه شد دوباره سر و کله نشخوار فکری پیدا شده است، فعالانه دست به عمل زد و مانع گرفتاری خود در دام این افکار شد. پژوهش‌های 20 سال گذشته من نشان دادند که مؤلفه سرنوشت ساز زندگی سالم این است که نگذاریم هیجان‌های منفی زندگی ما را زیر سیطره خود بگیرند و تلاش‌ها و دستاوردهایمان را بی اثر و کم ارزش سازند. وقتی غمگین هستیم انگار مغز آمادگی بیشتری برای به یادآوری افکار و خاطرات غم‌انگیز دارد. هیجان‌های منفی بر افکار و رفتارهای ما تأثیر شگرفی می‌گذارند. همچنین وقتی غمگین هستیم بیشتر احتمال دارد که تفسیر غم‌انگیز و حسرت‌بار از شرایط فعلی ارائه دهیم. دل و دماغ برای انجام کار نداشته باشیم و دست و دلمان به کار نرود. در چنین مواقعی تمرکز، تصمیم‌گیری و انجام هر کاری دشوارتر و طاقت فرساتر می‌شود. خلاصه اینکه اگر نتوانیم از پس خلق غمگین برآییم، بر شدت آن افزوده می‌شود. حرکت در این مسیر نتیجه غیر از ناامیدی، درماندگی، بی حرکتی و تنفر از خویشتن به دنبال ندارد. زمانی که نگران آینده هستیم نیز اوضاع به همین شیوه پیش می‌رود و از ذهنمان بر خطرات تمرکز می‌کند. حتی خطراتی که وجود ندارند، مثل ابتلا به سرطان یا خیانت همسر. فکرتان آرام و قرار ندارد، مدام از یک موضوع به موضوع دیگر سرک می‌کشد. تمرکز برای شما کاری دشوار می‌شود، دست و پاهایتان می‌لرزند، مغزتان دچار آشوب می‌شود. ضربان قلبتان کند می‌شود. ممکن است بدون فکر دست به عملی بزنید یا چنان در چنبره ترس گرفتار شوید که نتوانید دست از پا خطا کنید. زمانی که از پس کنترل نگرانی برنیایید، ممکن است دچار برانگیختگی مزمن شوید. برانگیختگی مزمن جسم شما را فرسوده‌تر می‌کند. بنابراین طاقتتان طاق می‌شود و در کنار آمدن با کوچکترین چالش‌ها نیز احساس ناتوانی می‌کنید. زمانی که در حین تجربه خلق منفی مثل غم یا نگرانی یا خشم به دام نشخوار فکری می‌افتید، توجه شما به افکاری مطروح می‌شود که ماحصل چنین خلق‌هایی هستند. این افکار را تجزیه و تحلیل می‌کنید و آنها را سخت جدی می‌گیرید. اجازه می‌دهید که این افکار بر تصمیم‌های شما اثر بگذارند. تحت تاثیر این تصمیم‌های وابسته به حالت خلقی ممکن است زندگی شما به ورطه بدی کشیده شود. سلامت روانشناختی، جسمانی و عملکرد روزانه‌تان ضعیف می‌شود، اما خیلی نگران نشوید. شکستن حلقه معیوب افکار نشخوارگرایانه امکان پذیر است.
در بخش دوم به ارائه راهبردهایی می‌پردازیم که شما را برای گذر از این حلقه معیوب یاری می‌رساند. این راهبردها را به چند دسته تقسیم کردم. 1. این راهبردها به شما کمک می‌کنند تا از این سطح افکار یک گام فراتر روید. روشن‌تر فکر کنید و دست به انتخاب‌های بهتری بزنید. 2. این راهبردها به شما کمک می‌کنند تا در آینده از این نشخوار فکری دوری کنید. اغلب اوقات تحت شرایط بسیار متفاوتی دچار نشخوار فکری می‌شویم. برخی از این شرایط عبارتند از غم جانگداز فقدان، ضربه‌های روانی سخت، رقابت در کار، زندگی گذشته، اختلاف نظر با اطرافیان، مسائل جنسی و عاشقانه. شاید ما ناگزیریم که به این مسائل فکر کنیم، زیرا این مسائل در کانون اصلی هویت ما و تصورمان از خویشتن قرار دارند. اگرچه نمی‌توانیم جلوی افکارمان درباره این مسائل را بگیریم، اما جای امیدواری است که می‌توانیم در دام نشخوار فکری درباره این مسائل نیفتیم. نشخوار فکری باعث می‌شود که دقیقاً سازگاری ما با این شرایط ضعیف شود، به احساس ارزشمندیمان خدشه وارد شود و دست به تصمیم‌های نابخردانه یا عقل‌ستیز بزنیم. در بخش سوم این کتاب به این موضوع و راهبردهای برخورد مؤثر با آنها می‌پردازیم. نشخوار فکری دقیقاً چیست؟ وقتی ذهن شما درگیر نشخوار فکری می‌شود، احساس‌های ناخوشایند و افکار منفیتان را مرور می‌کنید. آنها را زیر ذره‌بین می‌گذارید و به دنبال موشکافی آنها هستید. انگار مثل خمیری آن را ورز می‌دهید. ممکن است شروع نشخوار فکری معلوم باشد، اما روند نشخوار فکری پایان ناپذیر است و مشخص نیست به کجا ختم می‌شود. ممکن است به تنش موجود در رابطه با دوستتان فکر کنید. چطور به خودش حق داد که این حرف را به من بزنه؟ واقعاً قصد و غرضی داشت؟ باید در مقابل حرف او چه واکنشی نشان می‌دادم؟ ممکن است در نگاه اول بتوانید به این سوال‌ها جواب بدهید. شخصیتش این گونه است، اعصابش خرد بود، به من ربطی ندارد. حرف دلم را به او میزنم و میگویم که از حرفش عصبانی شدم. ولی زمانی که درگیر نشخوار فکری میشویم، از بطن هر سوال سوالهای بیشتری برمیخیزد. من به این حالت اثر تخمیری میگویم. آیا واقعا باید از حرف او عصبانی شوم؟ اگر نتوانم جوابش را بدهم چه کار کنم؟ نظرش درباره من عوض می شود، همانگونه که خمیر در اثر ورز دادن حجم بیشتری پیدا می کند. دامنه افکار منفی نیز پر و بال بیشتری می یابد و کل ذهن شما را درگیر می کند. ممکن است در ابتدای شروع نشخوار فکری ذهن شما درگیر یک اتفاق خاص باشد، ولی از آنجایی که دامنه موضوعات گسترده است، ذهن نشخوارگر به تدریج شما را به سمت سایر وقایع و شرایط زندگیتان می‌کشاند و سر و کله سوال‌های بزرگتری پیدا می‌شود. این افکار با گذشت زمان جنبه منفی بیشتری پیدا می‌کنند. اگر نتوانم از پس این تعارض‌ها بر بیایم، پس چطور می‌توانم به مدیریت خود در شرکت ادامه بدهم؟ همه از من سوء استفاده می‌کنند. خدایا از این وضع خسته شدم. چنان ضعیف و درمانده هستم که از پس کاری به این کوچکی هم بر نمی‌آیم. یک بار که واقعا عصبانی شده بودم، آبرو و حیثیت خودم را به باد دادم. چرا والدینم شیوه‌های کنترل خشم را به من یاد ندادند؟ این بدبخت‌ها که خودشان هم کنترل خشم بلد نبودند. کوری شود عصاکش کور دگر. جودیت 55 سال داشت. به تازگی از همسرش جدا شده بود. خوش‌قیافه و قد بلند بود. پدر و مادرش سالها قبل از ایتالیا به امریکا مهاجرت کرده بودند. او درگیر اثر تخمیری شده بود. موضوعی که جودیت را درگیر نشخوار فکری میکرد شغلش بود. شغل جودیت محوطه سازی بود. اگرچه مشتری‌های زیادی داشت و اغلب آنها نیز پولشان از پارو بالا میرفت، ولی او نگران جلب رضایت مشتری‌هایش بود. یک روز که سخت درگیر نشخوار فکری بود، این گونه در دام افتاد. چرا برای جلب رضایت مشتریم بیشتر تلاش نکردم؟ باید بیشتر چانه می‌زدم. الکی مخالفت میکرد. او گفت همین کار را با مبلغ کمتر نیز انجام میدهم.
منظورش چی بود؟ چرا منظورش را نپرسیدم؟ ای بزدل بی دست و پا. سپس به سراغ خاطراتی از مشتریهای گذشته رفت. این آدم شبیه مشتری چند روز قبل بود که میگفت طرحهای من بیروح و کسل کننده‌اند. به چه حقی به خودش اجازه میدهد در کاری که از آن سررشته ندارد اظهار نظر کند؟ آخرش که طرح را قبول کرد. پس چرا الکی نظر میداد؟ اگرچه مشتریهای زیادی از طرحهای جودیت استقبال میکردند، ولی ذهن او مدام به سمت خاطرات ناخوشایند کشیده میشد. اگر جودیت جلوی این افکار را نگیرد، دامنه این افکار به سمت رابطه دوستیش با اندرو پیش می رود. اندرو آدم موفقی است و صاحب چندین رستوران زنجیره‌ای گیاهخواری است. او آدم خوشمشرب و مزه‌گویی است. همین موضوع باعث شده بود که اندرو در ارتباط با مشتریانش موفق باشد. جودیت علاقه زیادی به اندرو دارد، اما نگران قضاوت اندرو درباره خودش است. او توانایی این را دارد که با هر آدمی دوست بشود، چون خوش‌تیپ، پولدار و جذاب است. چرا در تعطیلات آخر هفته دست به این رفتارهای عجیب و غریب زدم؟ با این حرفی که زدم و رفتاری که انجام دادم، پاک آبروی خودم را بردم. مسیر نشخوار فکری جودیت به سمت وسواس و جذابیت خودش و سپس سرنوشت پسر 21 ساله‌اش کشیده می شود. علیرغم اینکه جواب آزمایش‌های پزشکیش منفی بود، دوستانش او را آدم جذابی می‌دانستند و رابطه‌اش با پسرش خوب بود. ولی قسمت اعظم ذهن او درگیر نکات منفی و غم‌انگیز است. سرطان مادر، نارضایتی چند روز پیش اندرو و میگساری پسرش در مهمانی‌ها. ذهن جودیت از یک فکر به یک فکر دیگر می رود. اگرچه این افکار به یکدیگر ربطی ندارند، اما در چند نکته مشترک هستند. اثر تخمیری دارند. عذاب آورند و زندگی او را از کار انداختند. اگر روند این افکار قطع نشود، ممکن است رابطه‌اش با اندرو را از دست بدهد و شغل و سلامتیش آسیب بدی ببیند. جودیت با بکارگیری چندین راهبرد گره‌گشا توانست خودش را از این باتلاق بیرون بکشد و زندگیش را سر و سامان بدهد. انواع نشخوار فکری. 3 نوع نشخوار فکری وجود دارد. بعضی افراد در یک نوع از این نشخوار فکری کار کشتند. بسیاری از ما نیز درگیر هر 3 نوع نشخوار فکری هستیم. 1. نشخوار فکری خشم برانگیز. 2. نشخوار فکری علتیابانه که شامل تجزیه و تحلیلی هستش. 3. نشخوار فکری آشفته ساز. شما چقدر استعداد نشخوار فکری دارید؟ آیا دچار نشخوار فکری هستم؟ خب و زمان دیگه به من اجازه نمیده که من توضیحات این 3 مورد رو برای شما بخونم. این کتاب بسیار زیباست و خیلی خیلی کمکتون میکنه در اینکه نشخوارهای فکریتون رو کنترل کنید. اگر از این کتاب خوشتون اومده میتونید برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.